انا لله و انا الیه راجعون. یا سبحان الله. برادران و خواهران عزیز توجه بکنید، ببینید این حال روز دنیاست. این قبرها را مشاهده می کنید. اینها کسانی بودند که در بین ما زندگی می کردند. تا دیروز همه بگو بخند داشتند، می خوردن و می آشامیدن و زندگی می کردن، خوشی داشتن، ناخوشی داشتن، می خندیدن، کار می کردن، زن داشتن، بچه داشتن، آرزو داشتن، خوشحال بودن. در بین اینها جوان هست، پیر هست، کوچک هست، بزرگ هست، زن هست، مرد هست. به عنوان مثال این قبری که می بینید قبر یک جوانی است به نام ثامر. 4 سال پیش در بین دوستانش خوشحال، خندان، بگو بخند، اما الان در زیر قبر خوابیده. الله او را رحمت کند و همه مردگان را رحمت کند. برادران و خواهران عزیز، این حال روز دنیاست. این قبرها را ببینید. ای کسی که دل به دنیا بسته ای، دلت به دنیا خوشه، به زینت‌های دنیا، به خوشی‌های دنیا. ای کسی که نماز نمیخونی، ای کسی که به دنبال زنا و معصیت هستی، ای کسی که به دنبال ناموس مردم هستی، ای کسی که از خدا و دین خداوند غافل هستی، ای کسی که به پدر مادرت بی احترامی میکنی، ای کسی که به مردم ظلم میکنید. این جا و مکان ما و شماست. این قبرها را ببینیم. این قبر اولین منزل آخرته. کسی که از اینها نجات پیدا بکنه بعد از آن آسان تره، اما کسی که این قبرها نجات پیدا نکنه بعد از آن سخت تره. این قبرها یا باغی از باغ بهشت یا گودالی از گودال جهنم. اینا را ببینید، اینا آماده شده. معلوم نیست که نصیب کسی باشه، من باشم، شما باشید. ببینید این خانه ماست، این جایگاه ماست. ما در اینجا میخوابیم. ما در این خانه، اولین خانه منزل آخرت من اینه، این همینه، تو همین گودال. ما را همینجا دفن میکنن. عبرت بگیریم، خودمون برای این قبر آماده بکنیم. آیا آماده هستیم برای لحظه‌ای که وارد این گودال بشیم؟ این قبر ماست، این جایگاه ماست. اینا داره آماده میشه برای من شما. برادران عزیز، خواهران عزیز، فریب دنیا نخوریم. توبه بکنیم، استغفار بکنیم.